به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما این پخش مستقیم خود را به یک برنامه جدی تبدیل دادیم و در این پخش مستقیم باذن الله سبحانه و تعالی یکی از کتاب‌های بزرگی سلف این امت را ان شاء الله می آموزیم. کتابی که ما می آموزیم کتابی دو رازیین است. دو رازیین، دو عالم بزرگی سلف صالح که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی گفته می شود. و باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه ما از آموزش همین کتاب که نامش اصل السنه و اعتقاد الدین است. نام کتاب اصل سنت و اعتقاد دین. اصل سنت چیست و اعتقاد در دین چیست؟ چگونه می آموزیم؟ البته من این کتاب رو که در نزد من است می خوانم و به شما عقیده سلف صالح را شرح می دهم. البته نام کتاب رو شما می دانید و می توانید از اینترنت بگیرید و مطالعه نمایید. بالاخره شروع میکنیم به حلقه اول. اولین حلقه ما این بیان فضل علم سلف بر علم خلف است. شما پیش از این که از کتاب‌های سلف آموختن را شروع میکنید حتما باید فضل علم سلف را بدانید که در حقیقت سلف این امت علمشون فضیلتش زیاد است. هر طالب علمی که هر عالمی که از کتاب‌های سلف صالح استفاده میبرد، میخواند و میآموزد در حقیقت به حق میرسد و همه باطلی ها بدعت ها خود به خود نابود می شود. انا این را میگند فضل علم سلف. سلف رحمه الله اولا کی هایند؟ خیلی که حدیثی صحیح به این دلالت می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده اند خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم و در بعضی روایت ها اذکر الثالثه ام لا نسیت میگند. بهترین قرن، بهترین وقت و زمان پیامبر میگند او زمان دور من است و بعد از این آمده ها و بعد از این آمده ها. یعنی علما میگند صحابگان، تابعین و تبع التابعین و بعضی از روایت ها اگر صحیح بشود میگند تبع التابعین. بارک الله فیکم. پس انا منها سلفی این امت هستند. اما در سلفی این امت ما کی ها رو قبول میکنیم؟ سلفی صالح را. سلفی صالح را. زیرا که در زمان سلفی صالح همون انسان های بودند که خودشون رو مسلمان میگفتند و باز اونها البته که با بدعت و خرافات و به گمراهی رفته بودند، بمانند جعد ابن درهم، جهم ابن صفوان، جاحظ، بشر المریسی، ثمامه. این نامهای کسایی را گفته شدیم که اینها در زمان سلف بودند اما عقیده اشون باطل بود و سلف این امت به اونها رد زده بودند. از همین جهت ما از سلف کی را قصد داریم؟ همون انسان‌های را که صحابه هستند رضی الله عنهم و بعد از صحابه تابعین و تبع التابعین که صالح بود، یعنی اونهایی که مخالفت به قرآن و سنت از تابعین و تبع التابعین نکردند. به مانندی چخیلی که گفتیم جهم ابن صفوان، جهم ابن درهم نیستند، بلکه به مانند احمد ابن حنبل، به مانند سفیان ابن عیینه، سفیان الثوری، حسن البصری که البته سفیان ابن عیینه، حسن بصری و غیر اینا پیش گذشتگان از تابعین، از تبع تابعین، این چهار امام مذاهب ابو حنیفه و البته که
احمد بن حنبل، مالک بن انس، امام شافعی بارک الله فیکم و این چنین ابو زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی، عبدالله بن مبارک، محمد بن سیرین، اوزاعی، مروزی، امام البخاری، امام المسلم، ابو داود، الترمذی، النسائی، اینها همه علماهای سلف هستند. ابن جریر الطبری، قاسم ابن سلام، بارک الله فیکم. پس همه علم در نزد سلف صالح وجود داشت. البته هستند کسایی که عقیده اشون باطل است، بمانندی اهل کلام، بمانندی اشعری ها و ماتوریدی ها که عقیده خود را از سلف صالح نمیگیرند، بلکه یک قاعده باطل دارند و میگویند که عقیدة السلف اسلم و عقیدة الخلف اعلم و احکم. عقیده سلف میگه سالم است، اما عقیده خلف میگه ما بعد از سلف صالح آمده ها پرتر و کاملتر است میگه و با علمتر است. البته این دلالت به بطلان این دو فرقه باطل از اهل کلام میکند. بله، این فرقه های باطل از اشعری و ماتوریدی و اهل کلام به خود سلف دارند. سلف اینها کی است؟ جهم ابن صفوان، جعد ابن درهم، بشر المریسی و ابن کلاب، کرامی و غیر. اما سلف صالح که ما داریم اینها کسان سلف صالح که عقیدهشون موافق قرآن و سنت و موافق عقیده سلف است. هر کسی که میخواهد که از حقیقت دین با خبر بشود و از بسیار شبهات دور بشود و علمی با برکت را به دست بیاورد، پس باید از علم سلف صالح برخوردار باشد، باید سلف صالح را بشناسد و باید از علم آنها با خبر بشود. زیرا سخنهای سلف واضح است، سخنهای سلف کوتاه است و سخنهای سلف فهما است و یگان جای شک و شبهه نیست که سلف یگان چیزی را به یگان طرف کشیدند، بلکه واضح است و اونها تزکیه شدگان هستند. رسول الله اونها را تزکیه دادند که گفتند که اینها خوبند. از همین جهت وقتی که دین را از نظر سلف می آموزید، شما چی هستید؟ آرام هستید، مطمئن هستید و شما هیچ شک شبهه را بر خود جای نمی دهید. و کسایی که از علم سلف علم آموزند و به سلف اقتدا میکنند، اینها در حقیقت به علم صحیح، به فهم صحیح و البته که به عقیده صحیح برخوردار میشوند. زیرا بسیار امروز اختلافاتی که به وجود می آید و گمراهی هایی که به وجود می آید به سبب دور بودن از علم سلف است. بله، چقدر انسان های زیادی هستند که دعوا میکنند و میگن که من سلفی هستم. یعنی سلفی یعنی چی؟ یعنی میگن من پیروی همون سلفی صالح هستم. میگن سلفی هستم میگن، اما وقتی که ما به عقیده اونها نظر میکنیم، اونها 100% مخالفی سلفی صالح هستند. به همه سلف صالح مخالف هستند. میبینید که سلف صالح اونها جهم ابن صفوان است، جاحظ است. الله المستعان. و امروز یک مصیبت بزرگی که در بین امت وجود دارد ان همین است. علم را از جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بگیرید نمیگیرند. و اهل بدعت را نظر بکنید. از گمراهایی که مثلا الله را انکار میکنند در بالا بودنش را. چرا؟ صفتی علوی ذات الله را انکار میکنند. حجت ها اینها از کجا است؟ فلان عالم از فلان جا، فلان عالم از فلان جا، همه اش سلف نیست. بعد از 500 سال، بعد از 200 سال سلف آمده است، یا که بعد از 50 سال 100 سال سلف آمده است.
از همه متقدمین ترین علماشون ابو منصور ماتریدی است که سمرقندی است و سلف نیست، عصری 4 است. پس ما باید در همه حالت به عقیده سلف و به علم سلف بازگردیم. انمین است نجات ما و انمین است که به من و شما علم می آموزد و انمین است که اختلاف را از بین ما دور میکند. و چیزی دیگر همین جاست که علم سلف پر برکه هست و برکه دارد. طالب علمی که به آموختن علم سلف می پردازد در حقیقت به برکه علم سلف نو علم شود و در یک مدتی کم می تواند که از دین، از اصل دین، از عقیده بگویم، از اصل اعتقاد و از احکام صحیح و از منهج صحیح برخوردار بشود و حق را از باطل جدا بکند و از شبهات اهل بدعت و از گمراهی و ضلالت دور بشود. بارک الله فیکم. انا این است عقیده سلف. اما بجز اهل سنت و الجماعت دیگر هیچ کسی به عقیده سلف صالح عنایت نمی کنند، یعنی به او اهمیت نمی دهند و رجوع نمی کنند. شما در بحث های علمیه که اهل سنت با اهل بدعت می کنند، ما با اهل بدعت می کنیم، اگر خوب اهمیت دهید همیشه ما میگیم که ای صوفی، ای قبوری و ای مبتدعی که اهل کلام هستی و دعوا داری که عقیده تو صحیح است. یک سخنی را از سلف این امت بیار که موافق عقیده تو واضح باشد آورده نمیتواند. از همین جهت است که همیشه دین حق در نزد سلف صالح است و ما با گردانیدن اهل بدعت به سوی قرآن و سنت و به سوی سلف صالح حقیقت اونها را میفهمیم که اونها گمراه هستند. علماهای اونها علماهای بعد از سلف صالح هستند. اما امروز یک شبهه وجود دارد. شبهه همین است که بارک الله فیکم اشعری ها و ماتریدی ها بسیار دعوا میکنند که همه علما از ما است، فلان عالم جوینی از ما است، ابن فوریک از ما است، امام حرمین از ما است، بقلانی از ما است، امام سیوطی از ما است، سبکی از ما است، ملا علی قاری ماتریدی از ما است میگن و ابن حجر از ما است، نووی از ما است. البته بسیارش بعضیش دروغ است و بعضیش راست است. در حقیقت علمای زیاده دارن اشعری ها و ماتریدی ها و بعد از این میگن که همه اسلام رو اشعری و ماتریدی ها پهن کردند و منتشر کردند. معنای سخن اینها همین که اگر اشعری و ماتریدی علمایشون نباشد گویا که اسلام نیست میشود. گفتنی سخن میکنند، تفسیر رو اشعری ها نوشتند، حدیث رو اشعری ها کردند، این و اون. ما یک جواب مختصر میتیم. جواب مختصری ما به سوال میتیم به اشعری و ماتریدی ها که آیا ای اشعری ها و ماتریدی ها علم رو خودتون پیدا کردید از پیش خود یا که از اصل علمی سلف صالح استفاده بردید؟ آیا شما بر بالای سلف صالح فضیلت دارید یا که سلف صالح بر بالای شما فضیلت دارند؟ از همینجا میفهمید که شکست میخورند. زیرا که یگان علم در روی این عالم از علم اسلام به وجود نآمده است از علم حق مگر اینکه سلف صالح نصیب این علم را دادند. اصلی همه علم در نزد سلف صالح هست و سلف صالح حتی هر یک علم رو حقش رو دادند. علم تفسیر، نظر بکنید به کتاب‌های تفسیری که در زمان سلف صالح بود، کتاب‌های تفسیری که از تفسیر صحابگان ذکر شده بود، تفسیر نافع مولا ابن عمر، تفسیر مجاهد شاگرد مولا ابن عباس رضی الله عنهم و دیگر از تفسیرهایی که ضحاک و غیره ذکر شده است. اگر شما از علم تفسیر میخواهید که به سلف صالح گردید، مرحمت به کتاب ابن جریر الطبری باز گردید که از مجلات‌های زیاد عبارت است و همه اش از نظر سلف صالح نوشته شده است. شما به علم حدیث باز میگردید، مرحمت شما به کتب سته باز گردید، به کتب احمد ابن حنبل باز گردید، مسند امام احمد ابن حنبل، کتاب موطأ امام مالک ابن انس، کتاب امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، سنن و غیره. این کتاب‌های که کتب سته است، اینها همه کتاب‌های سلف هستند.
آیا اینها اشعری بودند؟ صاحبان کتاب سته، صاحبای کتاب موطا، صاحب کتاب مسند، آیا اینها اشعری بودند؟ نه، نبودند. اشعری ها نبود در این وقت، معترضی ها نبود. پس به علم حدیث هم کی خدمت کرده است؟ سلف صالح خدمت کرده است. همه علم در نزد سلف صالح است. این اشعری ها و معترضی ها که ما علما داریم و ما کتاب داریم، علمای شما و کتاب شما در نزد این سلف صالح یک نقطه هم نیستند، هیچ چیزی نیستند که ما باید بدونیم. شما خوب دقت بدهید برادران و خواهران عزیز که همه علم در نزد سلف البته خدمت کرده شده و بیان کرده شده بود. بله بعضی از علم صرف است و نحو است و غیر است و این علمای هست که اصلش در سلف بود و بعضی از زیادتی قاعده ها و غیره تفصیلاتش ذکر شده است و بعضی از اهل بدعت این مسائل یعنی این وسائل است نه اصل. ما در آموختن علم دو چیز داریم، اصل و وسیله. اصل مقصد آموزش ما چی است؟ قرآن و سنت است و برای قرآن و سنت رسیدن چی میکنیم؟ البته وسیله ها لازم است. مثلا قواعد میخونید، مثلا مصطلح میخونید، مثلا اصول میخونید و مثلا البته که بارک الله فیکم نحو صرف میخونید. البته وسائل ها رو هم اشعری ها و معترضی ها ویران کردند، به مانند اصول فقه و غیره رو کلامی کردند و این علم ها رو رسوا کردند. به علم تاریخ نظر، به علم حدیث، به علم رجال، به علم تفسیر، به علم عقیده، به همه علم ها اگر انسان خواهد حقیقت رو در نزد سلف وجود دارد و همین کافی است. اما امروز مشکلی در اینجاست که مردم علم سلف را به یک طرف گذاشتند و می آیند و حاجی مرزا گفت. وقتی که به سخن حاجی مرزا نظر میکنید، حاجی مرزا کدام مولوی هندوستانی گفت میگن. بله با تمام احترام وقتی که سخن شما، سخن این مولوی های شما مخالف سلف صالح باشد، او چی کرده می شود؟ انکار کرده می شود و به دیوار زده می شود. چلی که امام ابو حنیفه میگن. چرا شما به سلف صالح نمیگردید؟ به خاطر اینکه سلف صالح مذهب این مولوی ها، علما هاشون به نام و این صوفی ها و به این اشعری و ماتریدی ها چی است؟ مذهب اینها رو بریشه اش نابود میکند و شکست میدهد. از همین جهت سلف صالح گفتن سخن رو در زبان اینها نمیشنوید. در زبان اینها فقط علماهای میشنوید که بعد از سلف صالح بعد از یک چند وقت اومده اند. بارک الله فیکم. پس دین همون وقت صحیح می شود که با فهمی سلف بگیریم و علمایی که بعد از سلف آمده اند، هر کسی که موافق سلف سخن کرده باشند و موافق اجماع آنها سخن کرده باشند گرفته می شود و انمین است که فضل علم سلف بر بالای علم خلف ثابت است و ذکر شده است. و حتی در این موضوع شیخ امام اهل سنت و الجماعه ابن رجب حنبلی که عالم عصر 8 هجری بودند کتاب می نویسند و نام کتابشون فضل علم سلف علی علم الخلف. فضل علم سلف، بیان فضل علم سلف بر علم سلف، بر علم خلف است. علم یگان نفر امروزه آدم‌هایی بوده یا که آدم‌های گذشته به مانند علم سلف یا از او بهتر یا که برابر این چنین گفته نمی‌شود، بلکه در همه حالت مطلقاً علم سلف بهتر و افضلتر است. بارک الله فیکم. پس از همین جهت است که ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت همیشه به همین منهج الله و رسول گذاشته که به صحابگان، به تابعین و تبع التابعین رجوع کنید و علم را از همونها بگیرید میگردیم و کتاب‌هایی که به دستشون این علمای سلف نوشته اند ما به شما شرح میدهیم و سخنهای اونها رو میگیم. انا این است منهج حق و انا این است راه حق و انا این است نجات. اما اهل بدعت سخنهایشون را از هوا و هوسشون ذکر میکنند، دلیلهایشون را خودشون دلیل گفته ذکر میکنند نه به فهم سلف، و یا از علمای خودشون که کلامی هستند و بدعتی هستند و مخالف سلف هستند میگیرند. از همین جهت اینها
مخالف سلف هستند، اهل بدعت و گمراهان گفته می شوند. بارک الله فیکم. انا این منهج ما هست. هر فرقه رو وقتی که میخواهید که حق بودن یا نبودنش رو فهمید، به سلف امت قیاس بکنید. حق بودن آنها و یا باطل بودن آنها فهمیده می شود و این هم یکی از علم سلف است. و علم سلف علمی است که بیهوده صحبت نکرده اند، مسائل رو چیزهایی که منفعتش نیست ذکر نکرده اند، به علمهای حرام مشغول نشده اند و علمهای حرام رو منع کرده اند و به علمهای اساسی مشغول شده اند. از همین جهت کسی که به علم سلف داخل می شود و از سلف علم می گیرد، زود عقیده صحیح را می فهمد و مقصد این دین را می فهمد. اما وقتی که به این علمای گمراه اهل بدعتی کلامی ها می رود، همیشه در حیرت است. خود این علماهای مثلا اشعری و ماتریدی بسیارشون پیش از مرگشون توبه می کنند و از حیرت خود پشیمان می شوند. مثلا ابو حامد الغزالی اشعری و صوفی، یکی از این غلطهای اشعری، در آخر توبه می کنند رحمه الله، توبه می کنند و می گویند که من همه عمرم به حیرت گذشت، حیرت زده، شک و شبهه و حیرت. خودشون دلگیر می شوند. بسیار علماهای اشعری، ماتریدی و کلامی ها، صوفی، قبوری، رافضه همیشه در حالت حیرت زده می گردند، زیرا اینها سخنهایشان به همدیگر ضد و نقیض است، به همدیگر ضد می آید. و امروز سخنهای اهل بدعت هم همچنین است. کسایی که عذر بر جهل میتند، یا مدخلی ها یا حزبی ها، اینها که به سلف صالح مخالف هستند، ما به اینها میگیم که در همین عقیده باطلتون مرحمت سلف صالح را ذکر کنید، ذکر نمیکنند. و سخنهایی که ما از سلف صالح در باطل بودن عقیده اینها ذکر میکنیم، او را نادیده میگیرند، گویا که این وجود ندارد یا که تحریف میکنند. پس معیاری حق بودن یا نبودن این موافق بودن به اجماع سلف صالح، به عقیده سلف صالح بود. هر دینی که در نزد صحابگان تابعین دین بود، امروز دین است، و هر دینی که در نزد اونها دین نبود و نو پیدا شده است، امروز او دین نیست و بدعت است. مثلا به شما کس سوال میداد که مولود آیا جایز است یا جایز نیست، شما میگید که سلف این امت نکردند، پس این چیز نو پیدا شده است، بدعت است. زیرا که این مولود کردن در زمانی صحابه و تابعین و تبع تابعین دین نبود، ثواب نداشت و وجود نداشت. امروز ما این دین کردیم و ثواب کردیم، پس این چیزی ساخته من و شما است که این بدعت است. انا همچنین. بارک الله فیکم. این بود بیان فضل علم سلف. اما نام کتاب و مؤلف کتاب را مختصرا بیان میکنیم. نام کتابی که ما امروز ان شاء الله حلقه اول را از شرح این کتاب شروع کردیم، این اصل السنه و اعتقاد الدین است. اصل سنت و اعتقاد دین به شما اصل سنت را میفهماند، اصل اعتقاد پیامبر را، اعتقاد بارک الله فیکم صحابگان و تابعین را و تبع تابعین را بیان میکند که سلف صالح در کدام عقیده بودند، همه اشون در کدام عقیده بودند و اعتقاد دینی آنها چی بود. و در این مسئله همه اعتقاد سلف صالح را ذکر میکنند که دو رازیین، دو نفر، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی، هر دوی اینها علماهای فارس هستند. خوب دقت بدهید. ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی اینها از فارس هستند. هر دویشون در تهران امروزه که شهر ری گفته میشد، ری، در همونجا وفات میکنند. و ابو حاتم الرازی از گیجو هستند، از اصفهان هستند و فرزندشون این را ابن ابی حاتم بیان میکنند. و ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی علماهای بزرگ، یکی از علماهای بزرگی سلف صالح هستند، شاگردانی احمد ابن حنبل رحمه الله و شاگردانی اسحاق ابن راهوی هستند و خودشون هم شاگرد دارند. امام مسلم و ابو داود، نسائی و غیره از علمای زیاد محدثینی که از سلف هستند شاگردان هر دو این عالم هستند، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی. ابو حاتم الرازی رحمه الله 190 هجری تولد شده و 277 هجری وفات میکنند.
عالم عصر 3 هستند. و ابو زرعة الرازی 200 و کمی گذشته تولد می شوند و 264 و در بعض روایت هایی که علما ذکر میکنند 288 هجری وفات میکنند. و همه علمای سلف به هر دوی همین عالم سلف ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی رحمهم الله تزکیه میدهند. تزکیه میدهند یعنی اینکه به خوبی یاد میکنند. احمد ابن حنبل رحمه الله به سخنهای گوناگونی، به طرزهای گوناگونی هر دوی این عالم را تزکیه داده و میگویند که ابو احمد ابن حنبل من از او طرف فارس آمده یگان عالمی را ندیدم که به مانند کی باشد؟ ابو زرعة الرازی باشد. زیرا ابو زرعة الرازی شاگرد احمد ابن حنبل و شاگرد ابن ابی شیبه رحمهم الله 600,000 و در بعض روایات 700,000 حدیث را از یاد بودند و خود ابو زرعة الرازی میگن که من این حدیث ها را به مانند سوره اخلاص قل هو الله احد را که از یاد میدانم انا همچنین از یاد میدانم. بله علمای من و شما فارس در صدر اول به نهایت علماهای بزرگ سلف صالح محدثین از اهل سنت و الجماعت عقیده صحیح درست داشتن. سلف صالح رو نظر بکنید، محمد ابن سیرین، عبدالله ابن مبارک و ابو زرعة الرازی، ابو حاتم الرازی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام النسائی، ابن ماجه، الترمذی و غیره، ابن جریر الطبری، اسحاق ابن الرحوی. اینها همه علمایی که از منطقه فارس هستند، از منطقه ترمیز هستند، از منطقه بخارا هستند که اینها اجدادان من شما هستند که هم زبان من شما هستند. انا اینها همشون سلف صالح هستند و عقیده همه اینها یک عقیده بود، عقیده صحیح و درست که موافق قرآن و سنت بود. اما وقتی که امروز ما به عقیده انا همین سلف صالح صحبت میکنیم که از خود انا همین منطقه من و شما هستند رفتند و تابعین ها را دیدند و تبع تابعین شدند، یا که تابعین شدند و تبع تابعین شدند، هم تابعین و هم تبع تابعین شدند، اینها چی میگن؟ شما میگن سلفی شدید، شما از عقیده صحیح برآمدید، شما بیایید به عقیده ابو منصور ماتریدی، به عقیده نصفی که بعد از 4-5 سال به وجود آمد، به عقیده فلان مولوی پاکستانی، فلان مولوی هندوستانی و بالاخره به عقیده حاجی مرزا یا که ایشونها. ما میگیم خاک به سر شما که این همه علمای سلف رو پرتافتید. خاک به سر شما که این علمای سلفی که از اجداد شما بودن این کار کردید و اجدادتون رو کی گرفتید؟ ببینید در صدر اسلام، در اول همون اسلام سلف صالح بودند و این چنین تاجیکا و فارسا، بگویم افغان و ایران، فارسا بالعموم علمای محدثینی داشتند که عقیده صحیح داشتند و این چنین کسایی بودند که زبان ادبیات فارسی رو میدونستند و عقیده باطل داشتند. از همین جهت امروز کسایی که در تاجیکستان عقیدهشون صوفی است و گمراه هستند و بسیار شک و شبهات دارند، مخالف سلف صالح هستند، سلف اینها کی است؟ بعد از اشعری، بعد از ماتریدی، جلال الدین رومی، البته این دیر آمده، یا که پیش از اینها جامی، شیرازی باشد، یا که البته سعدی شیرازی نیست و ما که رو در نظر داریم، فردوسی باشد، حافظ شیرازی باشد، یا که ابو عبدالله رودکی باشد، یا که دیگر از شعرا. این شعرا که عقیده همشون، یا که سینا باشد، عقیده همه اینها مخالف عقیده سلف صالح است، یا که عمر خیام باشد. بسیاری از اینها عقیده اشون عقیده قرمطی رافضی بود، به مانند عمر خیام، به مانند حافظ شیرازی، به مانند حتی ابو عبدالله رودکی رو هم که چشمش رو سوزانیدن، یا به مانند ناصر خسرو، یا به مانند دیگرها و دیگرها که بارک الله فیکم عقیده اینها عقیده باطل بود و اینها فقط ادبیاتی بودن. اینها هم زبان فارسی رو خوب میدونستن، تمام است. بارک الله فیکم، زبان فارسی رو خوب میدونستن اما عقیده رو نمیدونستن. اما در همین وقت دیگر سلف صالح بود، با مانند امام بخاری، امام مسلم، امام بگویم ترمذی، ابو داود شاگرد احمد ابن حنبل، نسائی، ابن ماجه، ترمذی و امام
بارك الله فيكم ابن جرير الطبري وعبد الله بن مبارك محمد بن سيرين إسحاق بن رحوي أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهم الله و اینچنین بعد از اینها ابی اسماعیل الهروی که اینها علمای اهل سنت و اینها سلف صالح بودند. امروز علماهای تاجیک و ما به همدیگر چی فرق داریم؟ اهل بدعت و اهل سنت. فرق ما این است که ما پیروی از همون علمای اهل سنت سلف صالح تاجیک و فارسی که سلف صالح بودن موافق قرآن و سنت عقیده داشتن هستیم و سخنهای اوها را میگوییم. و اما این کسایی که گمراه شده اند سخنهای بگویم با ما ابن سینا را میگویند یا عمر خیام را میگویند یا نمیدونم دیگر از این صوفی ها را ذکر میکنند. بارک الله فیکم. انا این اختلاف رو باید شما در نظر دارید و به همه ایمان شما واجب است که ما در حالتهای علم در حالتهای حق رو فهمیدن باید به سوی سلف صالح بازگردیم. بارک الله فیکم. انا این بودند علمایی که ما از اینها علم می‌آموزیم. کتابی کی را؟ دو عالم را، این که ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله هستند. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این مقدمه به پایان رسید فضیلت علم سلف برخلاف و بیان نام کتاب و اهمیت آموختن علم سلف و این چنین بارک الله فیکم علماهای اهل بدعت و علماهای اهل سنت در سلف و بارک الله فیکم نامهای علما از صاحب این کتاب و روز وفاتشان و این چنین روز تولد و روز وفاتشان. با همین حلقه را به پایان رسانیم و برادرانی که سوال میخواهند بدهند بالا می آیند و به سوالهای اینها باذن الله جواب خواهیم داد. بارک الله فیکم.